بچه ها ضرب مساحتی که اسم اصلیش در واقع چیه؟ ضرب اعداد مخلوط هست. ببینید بچه ها، بیایم با یه مثال ساده شروع کنیم ضرب مساحتی رو یا ضرب اعداد مخلوط. اول از همه با یک مسئله شروع میکنیم. مثلا به ما میگه حیات یک خانه به شکل مستطیل به طول مثلا 3.1 و عرض 2.1 می باشد. مساحت آن را به دست آورید. خب بچه ما اولین کاری که انجام بدیم این هست که بیایم مسئله رو قسمت کنیم و جز به جز بریم جلو. اولین کاری که انجام بدم حیات یک خانه به شکل مستطیل. بنابراین من میام چی کار میکنم؟ میام یه دونه مستطیل به شکل نمادین میکشم، یعنی این چیه؟ حیات اون خونه است. درسته؟ خب تا اینجا تمام. به طول 3.1 و عرض 2.1. بچه ها توی مستطیل طول میشه کدوم ضلع؟ آفرین، ضلع بزرگتر. توی این مستطیل ضلع بزرگتر کدومه؟ بالایی یا کناری؟ بالایی. بنابراین من میام اینجا رو می نویسم چی؟ میگم این 3.1 برای این طولش. عرضش هم که بچه ها میدونیم عرضه میشه کدوم؟ میشه 2.1. خب عرض 2.1. خب تا اینجا هم تموم شد. این شد قسمت دوم من. حالا میگه چی؟ مساحت رو به دست بیار. بچه ها مساحت مستطیل چیه؟ مساحت، آفرین، طول ضربه داره عرض. حالا نوبت میرسه به چی؟ نوبت میرسه به این که من 3.1 رو روی طول مشخص کنم و بنویسمش. چند تا واحد داره؟ 3 تا. واحد من 3 است. بنابراین میام به شکل ذهنی تخمینی، دقیقم نمیخواد باشه، تخمینی. خب میگم مثلا اینجا 1 واحد، اینجا 2 واحد، اینجا 3 واحد. درسته؟ پس نگاه کنید 1 واحد، 2 واحد، 3 واحد. این کوچولوه میشه چی بچه ها؟ آفرین، این کوچولوه. پس من اینجا رو می نویسم 3 واحد. حالا 1/5 رو من با رنگ متفاوت می نویسم که باش کار داریم. این شد 1/5. درست شد؟ خب 1/5 با چه رنگی نوشتم؟ با رنگ قرمز. میام همین که مربوط، این نواری که مربوط به 1/5 هست رو تماما رنگ قرمز میزنم. خب 3.1 من بچه ها مشخص شد. میرسم به کدوم؟ به 2.1. باید عرض هم مشخص کنم دیگه، مگه نه؟ خب عرض من واحدش چنده؟ واحدش 2. باز میام به شکل تخمینی جدا میکنم، میگم این 1 واحد، این 2 واحد. خب پس این خطه هم میشه چی؟ اینجا میشه 2. میام با یه رنگ دیگه باز برای که قاطیش نکنم ها. خب 2 رو نوشتم. این کوچولوه میشه چی؟ آفرین، 1/4. من میام چه کار میکنم؟ میام مجدد اینو با رنگ سبز رنگ آمیزیش میکنم. خب حالا بچه یه سوال دارم.
این خط قرمز رو ببینید، نوار قرمز رو ببینید. این اگر 1/5 باشه ضلع روبروش با هم باش برابر هست یا نیست؟ بله برابر. مثال این تابلو زدیم. شما این تابلو رو در نظر بگیرید. اگر این 1 متر باشه آیا ضلع روبرویی باهاش برابر هست یا نیست؟ بله. خب پس اگر این 1/5 باشه این ضلع هم 1/5 تا آخر میاد پایین. حالا این مثلث مستطیل سبز رنگ تا آخر در نظر بگیرید. وقتی این 1/4 باشه آیا 1/4 هست؟ خب اینم که بله. یه سوال دیگه دارم بچه‌ها. الان یه لحظه من اینو بپوشونمش. شما این قسمت رو ولش کنید. مستطیل قرمزه تا اینجاست، درسته؟ این ضلعش چنده؟ 2. آفرین، این ضلعش 2. چرا؟ چون ضلع روبروش برابر با 2. مستطیل سبز رنگ این ضلعه تا اینجا که سبز خالصه. سبز خالص میشه چند؟ 3. پس اینم شد 3. خب ما چیکار میکنیم؟ ما عدد نویسی هامون رو انجام دادیم. الان نوبت به محاسباتمون میرسه. خب 1 من میام اول از همین این که سفیده رو حساب میکنم، درسته؟ یه مستطیل با رنگ سفید. طولش چنده بچه‌ها؟ 3. نگاه کنید تا اینجا ببینید. این نقطه رو در نظر بگیرید. من 4 تا نقطه رو برش بزنم، 4 گوشش رو. اینجا، اینجا و اینجا. این 4 نقطه طولش چنده؟ 3. طولش 3. ضرب داره. عرضش چنده؟ 2. آفرین. 6. 3 2 تا 6 تا. خب بعدی رو میخوام مستطیل سبز رنگ رو حساب کنم، مگه نه؟ خب من مستطیله رو باید تا اونجایی که یه رنگ هست انتخاب کنم یا تا آخرش برم؟ آفرین. این مستطیله میشه تا کجا؟ میشه تا اینجا. نگاه، تا اینجا که خط سبز میشه، یعنی تا اینجا که یک رنگه. درست شد؟ خب این مستطیل تک رنگ سبز طولش چنده؟ 3. آفرین، طولش میشه 3 چون این ضلع با این برابره. پس میشه 3 ضرب داره. عرضش هم که مشخصه، این کوچولو است، میشه 1/4 مساوی با 3/4. خب بچه‌های گلم، این کارمون تموم شد باهاش، اینم کارمون تموم شد باهاش. میرسم نوبت کدوم؟ قرمزه من باید مساحتشو از بالا تا این آخر حساب کنم یا اونی که یک رنگه؟ آفرین، یعنی تا اینجا. درست شد؟ خب بچه ها طولش چنده؟ 2. آفرین بچه ها، میشه 2 1/5. آفرین، مساوی با 2/5. خب اینم تموم شد، کارم با اینم تموم شد. حالا کدوم قسمتی رو دارم فقط؟ اینجا که دو رنگه، اینجا که سبز و قرمز با هم دیگه برخورد کردن. خب شماره 4 طولش چنده؟ 1/4. ضرب داره؟ 1/5. مساوی با 1/20. حالا بچه‌ای گلم، الان من چند تا جواب دارم؟ بشمارید. 1 جواب، 2 تا، 3 تا، 4 تا. نوبت به چی میرسه؟ نوبت این میرسه که آقا من بیام جواب‌ها رو با هم دیگه جمعش کنم. خب جواب‌ها یه عدد 6 دارم به اضافه یه دونه 3/4 دارم به اضافه یه 2/5 دارم به اضافه یه دونه 1/20 دارم. خب مساوی. توی جلسات قبل مباحث جمع کسرها توضیح دادیم عددی که مخرج نداره یه مخرج 1 رو میتونیم بهش بدیم. خب
حالا بچه‌های گلم من باید 4 تا مخرج متفاوت دارم. 1 4 5 20. کدوم رو انتخاب کنم؟ عدد 20 رو انتخاب میکنم. چرا؟ چون 20 بر 3 تایی بر همه بخش پذیره. بر 1 بخش پذیره. یه 20 تا 20 تا 4 5 تا بر 4 میشه 4 5 تا 20 تا. به 5 هم 5 4 تا. به 20 هم که 20 ضربه در 1 میشه 20 تا. خب پس من میام چیکار میکنم؟ میام یه دونه خط کسری بلند میکشم که یه مخرج بین همشون مشترک باشه. مخرجم رو 20 قرار میدم. خب بچه ها این یکه میبینی؟ خب هر کدوم از اینا تبدیل شدن به 20. خب یک چه اتفاقی افتاده شده 20؟ ضربه در 20. 6 ضربه در 20 6 تا 20 تا 120 تا 120 تا. کجایی نیما؟ حواست باشه به اضافه. خب حالا 4 چه اتفاقی افتاده شده 20؟ ضرب در 5 آفرین ضرب در 5 شده. 3 چی میشه؟ 3 5 تا به اضافه. 5 چه اتفاقی افتاده؟ آفرین ضرب در 4. پس اینم ضرب در 4 2 4 تا 8. 20 هم که هم میدونیم دیگه 20 ضرب در 1 شده. این هم ضرب در 1 میشه. مساوی. خب حساب کنید 120 با 15 135 140 خب بیا با هم بریم جلو ببینم درست شده یا نه که در آخر نخواهیم اذیت بشیم ها. 120 با 15 135 135 با 8 43 144 144 20 تا. بچه تا اینجا داشته باشید. اینجا کسر بزرگتر از واحده مگه نه؟ درسته؟ ها باید تبدیل به عدد مخلوط بشه. خب فعلا اینجا داشته باشید. حالا میخوام بریم با استفاده از عملیات ریاضی. عملیات ریاضی ما بچه‌ها به شکل تبدیل به کسر بزرگتر از واحد میریم. خب طول چند بود؟ بگید. طول 3 و 1 پنجم. ضرب داره 2 1 4. خب حالا به کسر بزرگتر از واحد. خب به کسر بزرگتر از واحد بگیم 5 چرا 3 5 تا؟ مگه شما از پایین نمیری به بالا؟ 5 3 تا 15 تا 16 50 4 2 تا 8 تا با یکی 9 تا 9 4. خب حالا بچه‌ها در ادامه توی ساعت بعدی وقتی 2 تا کسر ضرب در هم دیگه میشن ما میتونیم ساده کنیم عددها رو. خب یعنی چی؟ یعنی من این 16 رو میتونم یا به 5 ساده کنم یا به عدد مقابلش یعنی 4. ولی 16 به 9 رو نمیتونم. اینو ساعت بعدی توضیح میدم بچه‌ها. خب حالا این رو جوابش رو به من بگید. 16 آیا 16 تا 9 تا نمیشه 144 تا؟ 10 تا 9 تا میشه 90 تا. 6 9 تا 54 تا 90 با 54 144. خب آیا این جواب و این جواب با هم دیگه برابر شد یا نشد؟ این شد روش حل ضرب اعداد مخلوط به روش رسم شکل به ساده ترین روش ممکن. جاهای دیگه بچه ها داریم میان اینجا رو شروع میکنن خط میکشن بعد میگن نمیدونم 3 ضربه در 2 نمیدونم 2 تا 1 پنجم نمیدونم 3 تا 1 چهارم. ولی شما بالاخره باید اینجا مفهوم مساحت رو بفهمید کدوم طول کدوم عرضه مگه نه؟ اونجوری اینقدر شبکه میشه میاد اینجوری به هم دیگه وصل بشه شما گیج میشید. ولی اینجا دیگه قشنگ مشخصه 4 تا عمل میخواین انجام بدید برای 4 تا یک رنگ. یه رنگ سفید خالص
یه رنگ سبز خالص، یه رنگ قرمز خالص، این شد 3 تا و یه 2 رنگی. تموم شد رفت. کسی هست اینجا متوجه نشده باشه دیگه؟ همه متوجه شدن بچه‌ها؟ بسیار خوب. بسم الله.